در صحنه هنرمندان ما برای تفلکان برای کودکان بازی کردن و کارمندان تکنیکی دیگر فرصتی عوض کردن یک صحنه بسیار از لحاظ آرایش مرکب را خیلی فرصت کمتر رو برای اشاره برای ارزان نظرت می‌خواهم و تشریف شما عزیزان را خیر مقدم میگویم و ببینید که نکهت و تراوت بهار احساس می‌شود. آمد بهار نازنین را برای یک بار شما تبریک میگویم. همین که بهار آغاز شد دیگر همه عیدهای زیبای زنانه از روز مادر شروع شده و طرف نوروز و همش دیگر با اصطلاح تیرگان و مهرگان همش عیدهایی که منصوب بیشتر به زن و زیبایی و نفاست و نزاکت. برای اینجا که چقدر خواهرای نازنین آمدن من با استفاده از فرصت شما را صمیمانه تبریک میگویم. لا همیشه خندان تا تراوت مثل بهار شکوفان باشید، سربلند و کامیاب باشید. و این روز یک شرکت بسیار معروف آلوچه تاکسی تصمیم گرفته است که مهمان ما شود. اصلا رانندگان نقلیات شهری مردمی بسیار با فرهنگ، با معرفت باید باشند و همین هم هست، چون که رانندگان بیشتر با مشتریان خود سر کار دارند. مناسبت با آنها همه این البته یک فرهنگ یک معرفت خاصه را تقاضا می‌کند. از این رو با تشبث برادر بسیار عزیزمان خبر یکی از راهبران همین شرکت نجیب الله عزیز، برادر بسیار عزیزمان یک اقدام بسیار نجیبی رخ داده است که یعنی کارمندان همین شرکت و دیگر مهمانان عزیز را با چندین مهمان دعوت کرده، از کارمندان تیب و از کارمندان سود و خانه خانه اینها امروز با شما شریک هستند و از خود فاروق و همسران من یکی از هنرمندان معروف که در فیلم ایسا خیلی همچین باید بردگی است اصلا اقتداد همروز من همچنین تشکیل دارد. خلاصه از حضور یک برای شما بسیار شاد هستیم عزیزان. امروز نمایش فردوسی و اینجا کارگردان معروف تلویزیون تاجیک زفتا سمد نشستن برای نمایش فردوسی با قلم استاد صافی نوزاده تعلق دارد که آن را کارگردان معروفی یعنی ما سرکارگردان ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سلطان عثمان تهیه کرده است و در این نمایش هنرمندان معروف و شناخته شما دوستداشته شما نقش‌ها را بازی می‌کنند. از جمله نقش فردوسی را هنرپیشه مردمی تاجیکستان قربان صابر و دیگر هنرمندان بسیار معروف در نقش‌ها پیش شما یک زندگی نامه، یک تقدیری بسیار پرآشوب فردوسی و شاهنامه آن را در دوران سلطان محمود غزنوی پیش شما تجسم می‌کنند و دیگر خودش کتاب گویا است، کتاب بسیار رنگین و بسیار منقشی است که شما تماشابین یک رکنی نمایش حساب می‌شوید و امروز اینقدر تماشابینان آگاه خودشناس تماشابین با فرهنگ آمده است که برای اهل تئاتر ما یک واقعا موجب الهام و سرشار گشتن الهام ایشان می‌شود. برای از تفلکان هستم من باوری دارم که آنها آرام می‌نشینند با هدایت والدان خودشان و تلفن‌های همراه اگر باشد آنها را خاموش کنید. این نمایش فردوسی و تقدیر بسیار هم نوازمان فردوسی که پارسی را عجم را زنده کردن به این پارسی، یعنی که افتخارنامه ملت آریایی است شاهنامه که با مثل شاهنامه چنین اثری بزرگ در یکم قوم ملت نیست که اینقدر از تاریخ پر افتخار ما قصه می‌کنند. برای به شما فراغت نیک آرزو می‌کنم همیشه سلامت و سربلند باشید، کامیاب باشید، از همه غم و درد بی‌رنج باشید الها و همیشه مهمان عزیز ما باشید.
Darego kirang maya mabasa naditang dari hedrui pada kunun gachuham tudar option kayo chusinora andat siohishan rachun sitora shari andat sipe isti Manchuria khoja da khodi rohata imruz borna medya دیرابی که منصوری آمده است خواجه را فوراً دیدن بخواهد بعد رادن شدنده بگو باید خبر تاجری آمده است گفتم اجازت نیست وقتی دیگر بده باید کن و تو گفتم که خبر تاجری دارم بگو از جانب فیلمنامسی آمده است چی؟ فیلمنامسی؟ بله این همون خواجه کس آمده و خواجه خبری تاجری دارم میگوید مشهوری شوی از جانب فیلمنامسی آمده میگوید کی آمده گفتید؟ منصوری شوی کم گفته فیلمنامسی؟ من چی دارم؟ از منصوری شوریدم رو گفتم بگو دارم بفرمایید السلام علیکم من از جانب استاد فیلمنامسی آمدم استاد همین سهر وارد شهر شده خواهش کردم که آمدنش را به حضرت معلوم نمایم بخوام حضرت را زیارت کنم فیردوسی در غزنی معلوم می شود که آتونتاشی حاکم را بازداشته و برگرداندن نتوانسته است بفرمایید میگویید بفرمایید دیدار مبارک دیدار مبارک خوش آمد خیلی بنده خوش آمد لطفی شما بی اندازه است ولی آمدنی بنده به غزنی برای که خوش است و برای که ناخوش نمیدانم کناره مولانا از چیز زده بدانم که مقدم شاعر شهیر داخل زراف به همه خوش است بخشایش هم میخواهم حضرت ولیکن از نامه به حاکم هرات ارسال کردهتان همین قدر دستگیرم شد که فیردوسی شاهنامه‌اش را به غزنی بفرستد اما خودش باز کرد یعنی کتابش را میخوانیم و از خودش میزاد نه مولانا اشتباه به خدا اشتباه ملاحظه این در نامه بیان شده به پاس خاطر خود شما بودم آخر سببش را در خودی همون نامه ذکر کردم
ولی با آخر از آن نتوانست. اما شما توانستید ماما، توانستید. امیدوارم شاهنامه را منظور نظر همایانی میکنند و همچنین برای قبول آن نزد حضرت سلطان دلالت خویش را دریغ نمی‌کنند. البته ماما، فقط اینکه اعلی حضرت بعد از سفر او یک 3 هفته در باغ فیروزی استراحت دارد. شاید از 3-4 قدم کسی را باز نمی‌بینم. ولی نخست من باید خودم را مطالعه کنم تا اگر اعلی حضرت از حیث صنعت و هنری سخنوری در کدام پایه بردنی اصلا بنده ملاحظه خویش را بیان کرده. آفرین. در واقع شاهنامه شما گنجی بی‌بهاست. این گنج بی‌بها را فقط با میزان خود شما میتوان وزن کرد و سنجید. میزان بنده در خور سنجیدن آن نیست مولا. اشعار بنده پیش شهامت شاهنامه چیست؟ گیاه پیش گلبون بیش نیست مولا. کی میداند مولانا؟ اصلا منظومه را به سلطان گذرانیدن کاری است که به زودی و با آسانی انجام نمی‌دهد. شعرا اکثر وقت چند هفته و یک چند ماه معطل می‌مانند. این حال را برای شما نیز پیش بینی کرده با همین ملاحظه و قصدی فرستادن شاهنامه و خود به وطن برگشتن شما را سلام کنم. من در اینجا زیاد ایستادن نمی‌توانم. در مسافرت کسب معاش کردن